اهمیتش به خاطری است که بسا اوقات یک کلمه سبب هلاکت انسان در تمام عمر میشه. اون موضوع کدام است؟ اون موضوع مصروف شدن و مشغول شدن در اعراض و آبرو و عزت علما. یک تعداد دوستای ما پیپسی را نمیخوره، میگه مواد اسرائیل دایی موجود است و فایدهش به اسرائیل میرسه. گوشت مرغ در بازار قیمتتر میخره، گوشتای وارداتی را نمیخوره به خاطر ازی که شک دیش واقع است که ذبحش به طریق شرعی شده یا نه و ذبح کننده از این مسلمان بوده یا نه. چقدر خوب. دکانداری ما سوال میکنه که مولیس پوقانه را میارم، این برای من درست است، جایز است یا نه؟ تفنگچکایی که صدا میزنه این را میارم، درست است یا نه؟ چقدر خوب. و دیگه دوستا خو میگه که در فلان جای وظیفه میگیرم، برای من روا است یعنی که وظیفه را انجام بدم. خب متوجه باشه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ما انسان ها تلفظی هم نمی کنیم مگر اونجا دو ملک که نشسته است نوشته کرده رایسته. اما وقتی از این قدر تقواها لاف میزنیم و کار میگیریم، خو زمانی که مجلس ما شروع میشه اولین تاخت و تاز ما علیه علما. کدام علما؟ و علمایی که رسول الله برش خیر القرون گفته. کدام علما؟ و علمایی که شب و روز خود را تقوا تیر کرده. کدام علما؟ و علمایی که مجموعه کتابش اگر ما تو به ورق بشماریم در یک شب ختم کرده نمیتونیم. اما تو جناب میخیزی در مورد امی علما تاخت و تاز میکنی. ای اهل سنت نیست، ای جهمیه است، ای معتزله است، ای قابل تقدیر نیست، فتوایش قبول ندارم. جناب محترم، چقدر معلومات در دین داری؟ چقدر بررسی کرده میتونی؟ امروز که تو در فیسبوکت کلمات را نوشته میکنی علیه عالم، تو میدانی یک کلمه تو چقدر خطرناک است؟ درک میکنی نسبت ایتور امری را به یک عالم میکنی که در او وجود نداره؟ تهمت شد. تهمت گناه کبیره است. اونجا پیپسی را نمیخوردی و اینجا امو شخصی که مردم سرش اعتماد داره در دین برش مراجعه میکنه، او را عیب میلگانی، لکدار میسازی. دین پیش تو است. یک کسی را در اسلام داخل کردن و خارج کردن پیش تو است. با تأسف که این پدیده در بین جوانای ما به اندازه سرعت بخشیده و وسعت بخشیده که هیچ حد و اندازه نداره. علت شامیسته که فیسبوک در دستش است، بدون از اینکه سنجش بکنم من کدام کلمه ای را در اینجا نوشته میکنم، این کلمه که من نوشته میکنم این به مسلمان ضرر داره یا منفعت داره، خود صرف به خاطر شهرت خود، به خاطر از اینکه مردم سیسته که یک دو نفری بی فکر، یک دو نفری بی عقل و احمق نعوذ بالله بری تو کامنت بده که تشکر بارک الله برات بگویه، لیکن خودت تباه کردی. ابی هریره رضی الله عنه می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان العبد لا يتكلم بالكلمه. بنده گاهی اوقات یک سخنی را میگه، سخن عادی برای آدم قدر مهم معلوم نمیشه، یک کلمه را میگه لا یلقا لها بالا، هیچ توجه بر از اون نمیکنه، مهم نمیدانشه که از دهن ما چطور کلمه برآمده. اما این کلمه از کلمات چی است؟ من رضوان الله. این کلمات از کلمات رضامندی الله سبحانه و تعالی می باشد. فیرفعه الله بها، الله توسط این کلمه بالا می سازه برای این بنده خود درجات مراتبه. اما این هیچ متوجه نبود، خود سخنی گفته که الله سبحانه و تعالی از پیشش راضی شده.
سخنی گفته که الله سبحانه و تعالی از پیشش راضی شده. و ان العبد لیتکلم بالکلمه، بنده گاهی وقت تکلم به کلمه میکنه، او کلمه از کجاست؟ من سخط الله. پیشنه کلمه ان العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله بود و اینجا از سخط الله هست، من سخط الله. سخنی است که الله سرش غضب میشه، الله سرش غصه میکنه. لا یلقا لها بالا، یادم هیچ توجه برش نداره که سخن چی است، مثل که آل امیگه پا شروع است. کلمه کفر نوشته کردن و تکفیر کردن و ایران لاف هم میزنه که تکفیرش کردم، تکفیرش کردم. تو کیستی؟ تو چی اهمیتی داری؟ یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. گاه یک قوم دیگه به مسخره نگیره. شده میتونه او قوم از تو که خیلی بهتر باشه، در صداقت، در اخلاص، در قربانی دادن. ما خود تجارای قوی داریم، قماندانای قوی داریم، قومای قوی داریم، اما مسجد کمپنی در بین قوم شیخ محمدی است. اما قومی که شاید مردم دیگه جای بگویه شیخ محمدی ها چی، ولی الله سبحانه و تعالی مرکز دعوته، مرکز دینه از همین جا آغاز کرد. آیت قرآن بفهمی، تفسیری آیت قرآن بفهم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. گپ دایی نیست که من نسب بالا داشته باشم، گپ دایی نیست که من جنرال باشم، من قومی خیلی قوتناک داشته باشم. گپ در اخلاص و تقوا و صداقت است. من در جمعه گذشته براتان بیان کردم که یکی از نکات مهم از این طور حوادث است که مردم مخلص و نعوذ بالله منافق با هم جدا میشه، معلوم میشه. در میدان مبارزه و در میدان دعوت کی استاد است؟ واقعا به اخلاص استاد است. دیگر روز یادم نمیکنه من این کار کرده، اما به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی برآمده می باشه. نصرت دین الله را میکنه. نصرت یک عالم از حیثیت ازی نمیشه که فلانی عالم بلدنگ داره، موتر داره، قومدار است، پیسه دار است. ان شاء الله عالمه که کسی نصرت میکنه به خاطر دین میکنه. ما لفظ زدنی های منهج سلفه اینقدر زیاد داریم که یک پرسان نکن. به الله قسم من یقین دارم که حتی شاید گفته باشه که برو گم شو. ما این گپا را داریم. کلمات که انسان میگه سنجش کنه کلمه من چی جوانب داره. ادنا مسلمان آزار و اذیتش چی است؟ ادنا مسلمان آزار و اذیتش چی است؟ دین کی تکمیل میشه؟ ایمان کی تکمیل میشه؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. لا يدخل الجنة من لا یأمن. داخل نمیشه در جنت او کسی که من لا یأمن بوائق جاره، از ضرر امسایش که به امن نباشه ای در جنت داخل نمیشه. در پیش پیغمبر علیه السلام عایشه رضی الله عنها توصیف یک سیاسه را میکنه که صوامه است، قوامه است، روزه دار است، تمام روزا را شب خیزی داره، لیکن امسایه از پیشش به تکلیف است. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه جنت داخل نمیشه. تو جوان دو رکعت نفل میخوری، خیلی بر خود سلفی میگیری به یک رفع الیدین، اما کل عمرت در توهین علما، در بدگمانی علما، در تحقیر علما. نه تنها علمای معاصر خیر است، مرا اگر تکفیر کنیم نوش جانت، بد بگو مرا، خفم نمیشم، من لیاقتی از زیرا دارم که تو برم کمک میدی و مرا هر چیز بگویی. واقعا به او درجه و مرتبه نیستم. آنقدر در برابر
مسئولیت خود ما ناچیز هستیم، ناقص هستیم که هر قدر دشنام مردم برای ما بده شاید ما لایق از او باشیم، هیچ باکی نداره. اما وقتی که لسان پلیتت و لسان نجست در حق او علمایی که بارای کتاب نوشته شدگی داره فتاواها، در حق از او تو زبان درازی میکنی، میفهمی جایت کجا است. چرا دین تنها یک نماز نیست، یک روزه نیست، یک تدریس نیست. دین بفهمی که دین کلمه جامع است. ما سلفی داریم، پدر و مادر به هزارها مرتبه اعلان عاق بودنش میکنه، چخ میزنه که اولادی من نباشه، به خاطر که توهین کرده پدر و مادری، بیادبی کرده در مقابل پدر و مادری خود. بجای از اینکه برش تعلیم بده که شرک است، توحید است، پیش فتوا داده شما مشرک هستید. در کدام مدرسه بابای پدر و مادریت خوانده بود؟ کدام عالم همی گفت برش گفته بود؟ در تلویزیون دو نفر مصاحبه گفتگو داره، یکیش برادری وزین سید بود، نفری دومی برش میگه که ما در زمان الله حضرت ظاهر شاه تمام شبای رمضان مبارک کنسرت داده میشد، موسیقی نواخته میشد. ببینه از او دیار و از او زمان تو چرا دلیل میگیری؟ حالا مردم میگه دیگه ملا نبود. بله اونمونطور ملا بود که در رمضان مبارک خصوصا در شب قدر باز کنسرت میگرفتن، ختم کس نمیشناخت. راستی تا نبگه، حقیقت بگه. و ریش سفیدا شما را به الله قسم آیت قرآن ترجمه شد براتون، حرمت نوروز امروز براتون اطمینان میشه یا دیروز؟ بدعت حالش آشنا شده یا دیروز یا سابق؟ شرک حال شناخت یا سابق؟ کدام چیزه؟ حتی مسواک فضیلتش نمیفهمیدی، باز که بیشینه در امور بدعت میگه که دیگه ملا نبود. ما رواج داریم، بس پدرای ما باقی مانده. ما معارضه کنی، مقابله کنی. به الله قسم در پیش الله سبحانه و تعالی جواب داده نیستی که تو آیت قرآن رد میکنی، حدیث پیغمبر رد میکنی. در کجا زندگی داری؟ چرا پذیرفته ای؟ اونطور حالاتی بود. تو پدر و مادرت چرا دستی مشرک میگی؟ یک درس خبر شروع کن و کمال عاجزی من حیث یک فرزند مشفق، یک فرزند مهربان، یک فرزند مؤدب. 4 روز به الله قسم که تو پدر و مادرت پای پوش بمانی والله در قلب شیرین میشی، به الله قسم سخنیت گوش میکنه و میپذیره. ولی تو جناب خود امیالی تکت جنت در سرت مانده که من جنتیستم تو دوزخ. چی کردی؟ از دعوت چی جور کردی؟ در کجا رساندی؟ پیشم من گفته بودم، باز براتون میگم، این لکه ها را در دامن پاک سلفیت نزنی. شکایت تلفن زده میشه مولوی صاحب اینجا یک سلفیت است، سنت نمیخوانه، کلی سنت داره. چی میگه؟ سنت است نمیخوانم. به الله قسم تو سلف نشناخته ای. به یک نوشته کردن کلمه موحد و کلمه سلفی تو سلفی نمیشی. تو یک دفعه منهج صحابه را تابعین مطالعه بکن که از وا مستحبات ترک میشد یا نیکی وا تو وار سنت های مؤکد و رواتب ترک میکرد. کدامیش میکرد؟ محضی با دست گرفتم در اینجا خلاص من سلفی شدم. از این که در کارای کلان گپای کلان وجود داره نزنی. ضربه نظر دعوت حق. به الله قسم یک سخن شما امی مصداق حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میگرد. یک سخنی تو در شان او علمایی که شبا را صبح کردن کتاب در حالی که کاغذ موجود نبود، قلم موجود نبود، در بندیخانه ها کتابا نوشته کردن، در شان اموتور علمام تو گستاخی میکنی، بیادبی میکنی. باز خدا سلفی پخته معرفی میکنی. یک چند تا جوانی بیچاره ما که ندیده چیزی را
دستی فرفته چند کلمات زرندودی از او میشه، قطعی از او رفیق میشه، انجام تو هم خراب میکنه. با علمایتان توهین نکنه، در هر موضوع با عالمتان رجوع بکنه که حقیقت امر براتان بازگو بکنه. قرآن براتان میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دینی را نمیگه که فقط یک کلمه غیرتی را من بالا کردم بس دیگه متدین شدم. کمونستا فخر میکنه سری کمونستی خود، خبرداری نه؟ امروز سری نجیب مردم جان خدا میده نمیده. شما اظهار دفاع از عالمتان نمیتونه و دفاع از اونمون نجیب هم میکنه. مطلق غیرت خود دین نیست. دین تابعداری کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. تو پابندش باش، معلومات حاصل کن. فقط نوشته کردنی هسته فلان عالم ما تکفیر کردیم، فلان عالم. قرآن برات میگه، تو آیت قرآن قبول داری؟ سری برادر مسلمانت گمان نیک داشته باش، شاید عذری داشته باش، شاید مشکلی داشته باشه. تو چی آگاهی داری؟ از ضمیرش تو چی خبر داری؟ از عقیده و اندیشش تو چی خبر داری؟ ایمانی تا تباه میکنی، اونجا پیپسی را نمیخوری و اینجا عالم تهمت میزنی. اونجا پیپسی را نمیخوری و اینجا گمان بدسری عالم داری. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. از بسیار گمانا خود نگاه کنی. ان بعض الظن اثم، بعضی گمانا گناه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ایاکم و الظن، خود نگاه کنی از ظن، فان الظن اکذب الحدیث. دروغترین سخن گمان بد است، گمانی نادرست است. تو سند نداری، دلیل نداری، شواهد نداری، آسان فتوا میدی. چرا اینطور میکنی؟ این گپا را به خاطر میگم که امروز جوانای ما سخت مصروفی امی گپاست. ذکر الله از پیشش مانده، جماعتی مسجد از پیش مانده، احترام صدا میزنه پدر مادر که بخیز که کار نوخ شد. تو در کامنت نوشته کردن هستی او کامنت انتام امیتور کامنت است که تو را در جهنم پایین میکنه. مصروف هستی، ما را در بدر کرده. یک کمی متوجه شویم، از علوم دین آگاهی حاصل کنیم. دین برای ما چی اجازه میده؟ یاران فتوای بچه را بگیرم یا فتوای و عالمی که عرق ریخته؟ من نمیتونم. من چی نیازی دارم که بیایم در سر منبر بالا شام، میرم در دکان میشینم قرارم زندگی خودم میکنم؟ چرا خودت در خطر میندازم؟ ها؟ کلی گپا به من متوجه باشه. تو همین قدر فکر و شعور نداری. ما ایمان خود سری نعوذ بالله سری پول و پیسه تباه کنیم. پول و پیسه چی است؟ چی اهمیتی داره؟ با کی وفا کرده؟ والله قسم از عقیده من کرده محبوب ترین چیز دیگری نیست. از جانم کرده عقیده محبوب است. ما چطور شده میتونه عقیده خدا بفروشم؟ نعوذ بالله نکنی. 4 دانه نعوذ بالله جوانی بی ادب پیدا میشه، به دامن سلفیت لکه میزنه، سخنای غلط میگه، کارای غلط میکنه، خدا منسوب باز به سلفیت میکنه. مردمای دیگه امو یک نفر دیده کلگی را سرش قیاس کرده رویسته و کلگی امو طور میگه. عاملش کی بود؟ تو. یک کسی که او تصمیم گرفته آمده تو را دیده حرکاتی تا یک برادر سلفی را خوب دیده که حرکات خوب داره، لیکن تو را که دیده ترک کده، ابی را ترک کده، در روز قیامت جواب نمیدید به پیش الله سبحانه و تعالی که آدم حق نپذیرفت به خاطر عملی تو؟ سببی گمراهی از تو انسان شده بودی؟ چرا فکر نمیکنی، نمیاندیشی؟ من دوستا را میگم در کمپنی دوستا را بیاره، تنها به آوازه ها نمیشه. چرا میگم در کمپنی دوستا را بیاره؟ افواهات و تبلیغاتی که شیطانای انسی و جنی در گوششان رسانده، در قلبشان انداخته، ما بر نظرشان اینطور مردم باطل و غلط و نادرست معلوم میشیم که حتی گمانی داشته باشن که یا نماز جمعه هم شاید نخوانن. خب لیکن وقتی انشاءالله در این مسجد داخل میشه، نماز میبینه، رکوع میبینه، سجده میبینه، گریان میبینه، محبت میبینه،
احترام و ادب میبینه. شما راستی تا بگوی که میبره چی براتون میگه؟ و آدم جور شده میباشه آنی که بس ترکیب میکنه با وصفی که تمام اعمالی مسجد برشان ناشنا معلوم میشه. اول دفعهش است که آمینه به زور میشنوه، اول دفعه رفع الیدین میشنوه، اول دفعه است که پایه را بچسبانه پایچه را بلند کنه میشنوه، اول دفعه است که پشتی اینجا سنت خوانده نمیشه به نام جمعه. حیران میمانه. خطبه اینجا دیگه تقریر نمیشه، خطبه یکی است، کلی کارا ناشناست. لیکن وقت عمل کرده عملی تو که به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اینمی قدر تاثیر داره که شخص دیگه چی میشه؟ مسجد کمپنی رو دیگه ترک نمیکنه. او باعث میشه که بیا امروز جمعه است تئوری بگی. ما چی کردیم؟ ما چی میکنیم؟ بجای از اینکه التماس بکنیم خیر است شخصی که دمو فیسبوک بره دشنام میده، دشنام ندی، بد نگوی. مذهب کناراب، مذهب گندخانه. نعوذ بالله. چرا میگپا میزنی؟ یک کدام کلمات است؟ یک کدام زبان است که تو مذهب اینطور میگی؟ کی برات اجازه میده؟ مذهبی طور است. مذهب کلی گپاش خراب است. در مذهب به هزارها مسائلش قرآن و حدیث است، شده میتونه، عالم است، مجتهد است. کسی معصوم نیست غیر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خطا شده، خطای از او معاف است، الله برش یک اجر داده. تو باز از او چی جور کردی؟ کدام کلمات تو نوشته کرده ای؟ دکومنت باز بعد از او قطعی دنبالی نامت سلفی نوشته کرده ای. تو به سلفیت چی خدمت کردی؟ راستی تا بگو. چقدر دشنام توسط همین کلمات زشتی تو به سلفیت داده شده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پدر و مادرتان دشنام نده. صحابه ایران میمانه اینطور کسی پیدا میشه که به پدر و مادر دشنام بده؟ تعجب کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فامان صحابه را پدر و مادر دشنام دادن چی است؟ تو پدر و مادر دیگه کسی دشنام میدی؟ و هم دشنام به پدر و مادرت میده. دشنام در حقیقت کی داد به پدر و مادرت؟ تو دادی، تو عامل شدی، تو باعث شدی. امروز که هر عیب و نقصانی به این منهج پاک سلفیت زده میشه از دست تو است. تخریب تو کرده و در روز قیامت جواب داده نیستی. الله سبحانه و تعالی از پیشت سوال میکنه. گناه دو قسم است، خوب گوش نواز کنی. یک گناهی است که به شخص انسان تعلق داره. زنا کرده زناست، گناهست، گناهی شخصی است. یک روز در زندان میری ماواری، اونجا هر چی سرت قطع میشه یک طور قلبی عاجز میشه که پرسان نکن. شاید دیگه قماربازا و شرابخورام رفته باشه، شب تهجد خوانده باشه، گریان کرده باشه، توبه کرده باشه، الله سبحانه و تعالی ببخشش. اما او گناهی که به اجتماع تعلق داره، او گناهی که به منهج و راه و روش تعلق داره، اینه چطور میکنی؟ جناب محترم یک کمی به هوش بیاییم، سنجیده سخن بگوییم، سنجیده مجلس بکنیم، سنجیده حرکت بکنیم، به بصیرت حرکت بکنیم. این راه بصیرت است. این راه جذبات نیست که محض جذباتت بالا شد هر طرف قولت زده شوه مرمی را فیر بکنی. این دین است. دین احتیاط کار داره. سخن ما چی منافع داره و چی مضراتی داره، انسان باید متوجه شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمیم داری رضی الله عنه نقل میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمود که پیغمبر علیه السلام الدین و النصیحه، دین یک دم خیرخواهی است، نصیحت است. نصیحت چی را میگه؟ خیرخواهی دیگه کسا کردن، او در یک تکلیف و ضرر نواقع شدن. بعد از او صحابه گفتن که برای کی نصیحت؟ پیغمبر علیه السلام میگه لله ولی کتابه ولی رسوله. بعد از او چی میگه؟ ولی ائمه المسلمین و عامتهم. دیگه‌اش هم میگذاریم لائمه المسلمین. امامای مسلمانات دو طیف است. یکی امرا است نافذ کننده احکام الله که اجرا میکنه، یکی علما است که واضح میسازه و بیان میکنه. امرا را میگذاریم، ما تنها علما را میگیریم. علما امامای مسلمان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم
ان العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثای پیغمبران علیهم السلام است. تو با یک عالم چه معامله میکنی؟ بله، چی حق داره علما؟ چی نصیحت و خیرخواهی یک عالم میکنی؟ تو به یک عالم چی قسم خیرخواهی میکنی؟ اول خیرخواهی عالم است که محبت قطش داشته باشی، نه به خاطر ازی که بچه کاکو از قوم از تنظیمت است، هم لسانت است، از وطنت است. عالم اگر پاکستانی باشه، اگر چچنی باشه، اگر چینایی باشه، اگر هندوستانی باشه، اگر امریکایی باشه، عالم است. تو به خاطر رضای الله، به خاطر که خدمت دین میکنه، محبت امرش داشته باش. اگر محبت نکنی، قولش نمیپذیری. یا کسی را که تو محبوب نمیدانی، قولش اقتدام پشتش نمیکنی. اول حقش است و اول نصیحت برای عالم امیسته که تو محبت قطش داشته باشی. دوم، کمک و مساعدت از او در راه دعوت و بیان و تبلیغ و مسائل دین. مسجد جور میکنه، دعوت میکنه. در یک نکاح عالم گفت که نمی در دین نیست، کل استفاده بگوید که نیست، مولوی سے ما قطع استاد هستیم. لیکن آلی برا عالم یک طرف واقع میمانه، قوم دیگه طرف میشه. بابا او اجدادی ما کرده. او مردم ایدو ولی موجود است. ولی سرپرستی همی دختر موجود است، پدرش موجود است، برادر کلانش موجود است. ولی باشه با وکیل چی ضرورت است؟ دو نفر لند و غنده روان میکنی در قد سیاسرایت، عجیب غیرت داری. از دختر سوال کنه ای بچه بگوی 2 سال میشه قنقال بازی کرده رایسته، حالی 2 نفر روان میکنه که پرسان کنه که تو قبول داری یا نداری. او شکم کرده. بس تا دختر در خانه پدر اولاد ناورده. لیکن وقتی عالم همی گپ بزنه، ریش سفید حاجی صاحب وکیل صاحب یک طرف میشن. ما کدام جای است که معارضه دین نکردیم؟ فقط در مقابل دین میخیزیم، اما در مقابل منکر چوب خدا میگیریم. یقین بالله که اگر کسی خوب بگوید ستاره شیطان شروع است، هیچ کس برش نمیده. دخترها میره سوبکی میه هنوز فخر میکنه دخترم اول نمره شد در رقص و بازی و در خواندن. به یک نماز خواندن خیر تو جنت کمایی کردی؟ مفهوم دین فهمیدی؟ در دین تسلیم شدی؟ زندگی در کجا تیر شد؟ چه قسم تیر شد؟ محبت امداد علما را بکده. این طور موقع عالم خیست در سری مرده جنازه است، برده ای عالمم گفتی این اسقاط نیست، استاد شد. بله این حق داری. اونجا حمایتش بکو، اینجا که آمد بگو مولی صاحب ثابت کو که بله این نیست در دین، بدعت است. این را برام ثابت کو، سند بده. بعد از او حمایت از ما سرم بره و سر. ما در پاکستان در یک مسجد امامت داشتم. جناب تانه یا قرارگاه پلیس در پالوی مسجد بود. کلان پلیس، قماندان پلیس آمد تیم تبدیل کرد وقت نمازه که اینی وقت بعد بخوانی و میخواست سردمداری کنه دیگه. ما یک طالب افغانی بودیم دیگه، ما چی حیثیت داشتیم؟ داخل مسجد شدیم، مکتوم تیم کی تبدیل کرده؟ گفت نه. مکتوم تو چی غرض داری در این تیم؟ اینجا پاچایی ما است، پاچایی تو داود قرارگاه پلیسیت است. یادم بسیار سرخ شد. عسکرای شام آمد جمع شد، حالی دلش هست که مرا یا لط کنه یا بد بگوید. یک بچه جوان از همون طرف خیست گفت صوبدار صاحب اگر در استازی ما کج سعی کرده بودی به الله قسم که دمرمی چرایی را از جانت نکشم اگر بانو. تاندار بیچاره کی مرده بود؟ پارسال ابی طور برآمدن قطعی مسکرایش. او بچه او قدر متدین هم نبود، امونجا از دین غیرت کرد. پسان پشتی سر آمد گفت مولیس پشتی ما عسکر روان کرد. ما گفتم نرو، در قصهش نشو، بیا اینجا بشی، حالی ما قطعی ازی مقابله میکنیم.
یک مولوی سه بود دوره نفر برش روان کردم، برش گفتم که اینطور گپ است. اون نفر برش روان کرد، گفت اگر میخوایی که دمی تانه باشی سم زندگی کو، اگر نمیخوایی که نباشی مردم در مقابلت میخیزانم که تو را بیخی چی کنم. بیچارگه آمد پس امی تانه دار برای ما عذر کرد. حمایت از عالم این به خاطر از این نمیشه که بچه کاکا و بچه ماماست، به خاطر دین است و این نصیحت عالم است، خیرخواهی عالم است. سوم دفاع از عالم وقتی که در تصادم واقع شود به خاطر دین، یکی دشمنی شخصیش است، با کسی نزاع داره، جنگ داره، جدل داره، در اوجه تو از پیشش دفاع نمی کنی. اما وقتی که موضوع دین بیان کرده و مردم در سرش میخیزه، عالم مسئله را بیان کرده، سنت بیان کرده، حق گفته، این مولا را نمیگیریم، این مولا را نمیگیریم. همون کسایی که بسیار خود دیندار میگیره، چپکی خود میگیره، مولا صاحب رخصت میکنه. تو نمازخوان ایمانی تا تیر کردی، سبا روز به الله چی جواب میدی؟ یا عالم دروغ گفته بود، باطل گفته بود یا حق گفته بود؟ تو دفاع کردی، در مقابل همون مفسد نخیزدی که عالم گپی حق گفته یا باطله. اگر گپی حق گفته کسی میره کشیده نمیتونه، عالم مست. تو میکشی، تو نه قبول نداری، نبیا در مسجد یا عالم مست. در کدام مسجد همینطور دیده؟ ها؟ عالم حق گفته، یک سنت تایید کرده، اینطور بگوی خیلی واضح هم نگفته. کسی آمده از پیش سوال کرده که رفلیتین چطور است؟ این گفته بلی در حدیث است. دیش سفید شنیده، پسان برش چی گفته؟ مولوی صاحب رخصت شو، برو ما کارت نداریم، اینجا رفلیتین تایید کردی، تو گفتی که هست. بیچاره عالم پشیمان که چی بد کردم، همی قدر گفتم که در حدیث است، نگفتم که منسوخ است، نگفتم که هیچ نیست. در بدر خاک بسر ما ایمان تیر میکنیم. ایمان تیر کردن همی رقم است. خب لیکن که بچه کاکای در زنا گیر شوه پشتیبانیش میکنی، در شراب گیر شوه پشتیبانیش میکنی. بگوی ما قوم پرست هستیم یا الله پرست؟ کدامیش هستیم؟ ببینیم. چهارم، وقتی که از آبروی عالم ما دفاع میکنیم، کدام گپی که مستنکر است، بد است، با عالم نسبت شده، اینجا مراحل داره. اول تحقیق تثبیت است. خب علم ثابت کو که بله اینمی گپ در این عالم موجود است. یک، اموطور به افواهات مردم نشو. امروز اکثر مردم به افواهات مردم گوش گرفته و تباه شده. مولوی صاحب متوکل امام اعظم رحمت الله علیه را مشرک اعظم گفته. نعوذ بالله. ببینید مردم است مولوی متوکل لعنت میگه، دشنام میده، تلفن میکنه، دو میزنه. خو یک روز نه آمد که اینجا تحقیق میکرد که راستی مولوی متوکل راستی دشمنی اماما و مجتهدین است یا نه که دفاع کننده علمای حق پرست است؟ کدامیش است؟ اول یک نسبت امر قبیح که به یک عالم میشه تثبیت کو که واقعا در عالم موجود است یا نه. یک مرحله. دوم مرحله، باز امو امر راستی مستنکر است یعنی که تنها گمانی تو او را مستنکر و قبیح میدانه، شاید او قبیح نباشه، دلیل داشته باشه. بعد از او اگر قبیح نبود پس از او باز نصیحت و دفاع عالم میکنی. اگر نیک او امر قبیح بود، مستنکر بود، واقعا مستنکر بود، آلی کدام را میگیری در پیش؟ آلی تو کدام مرحله را پیش میبری؟ آلی دیگه تو وقتی که این گپ حق شد که بلی امی عالم امی کاری ناروا را کرده، آلی دیگه تو خیرخواهی از زیره میکنی، خودت میری پیشش، تنها در اجره گیر میکنی، در خانه گیر میکنی. مولوی صاحب محترم اینی گپ برای تو منصوب شده. اول حقیقت داره بلی گپ تو گفته ای. دوم ای گپ نارواست یا روا، از این دلیلش پرسان که خب علمت ثابت شوه. اگر او چیزی دلیل برات میگه پس برای برو از یک عالم، از دیگه عالم، از دیگه عالم سوال بکو با دلیل که اینی کاری عالم، اینی گپ عالم نارواست یا نیست. اگر کلی از ما تایید کرد پس از او باز برش میایی، اما دلایلی که از دیگه علما شنیدی ایره برش پیش میکنی که جناب
مولوی صاحب محترم تو اینی کار کردی یا اینی گپ گفتی، تو خو گفتی که رواست، لیکن من اینی قدر علما را گشتم اینی دلایل داد این نارواست. اگر گپی تا پذیرفت دمی پنهان خیلی خوب، اگر نپذیرفت دوستیش پیدا کو، قریبیش پیدا کو و کسی که خیلی رول داره او را در جریان بگذار، برش بگو که اینی مولوی صاحب اینی گپ گفته و ناروا هست، به این خاطر که در ملای عام باید گفته نشوه و یا آدم رسوا نشوه، آبروش نریزه، تو امیره بفهمان تا که از او طریق چی بکنی. البته معنای از این نیست که تو سکوت اختیار بکن. عالم که هر چیزی کرد مسلمی ریدای پیرا واره، پیر زنه میگیره، بگوی در بغل مرید قرار سکوت است، نمیگه که تو خلاف شرع کردی. موسی علیه السلام تعهد به خضر علیه السلام سپرده که من هیچ نوع انتقاد سرت نمیکنم، ولی وقتی که میبینه که کار در ظاهر خلاف شریعت است، موسی علیه السلام تعهد هم سپرده، باز انتقاد میکنه. خضر علیه السلام هم میگه چرا غلام کشتی؟ چرا کشتی رو تو تختیش کشیدی؟ تعهد سپرده بود. خود چون که در ظاهر خلاف شریعت معلوم میشد انتقاد کرد. امروز مریدای ما هر چیز هست، پیرای خود میبینه هیچ انتقاد نمیکنه، میگه ای هر چیزی که میکنه بگوی در جای رسیده است، در پیش روش نماز نمیخونه در جای رسیده است، روزه نمیگیره در جای رسیده است، قطع زنی بیگانه خلوت میکنه در جای رسیده است. عجیب است، عجیب دین است. این کدام است؟ نه، ترک سکوت نیست، لیکن انتقاد هم اینطور نیست. والا مردم میگن که مولوی متوکل بسیار اماما را دو دشنام میده. خب مردم میگن، او با تأسف که علمای کلان هم دیدیم که نسبت ها را کرده. علمای کلان الله بر سرشان رحم بکنه، الله برشان هدایت نصیب بکنه. عزیزان گرامی، امی علماست، یادتان باشه نکنی نسبت های غلط نکنی، گمان های غلط نکنی، ایمانی تبا نکنی، تهمت های ناحق نکنی. یک کلمه شما باعث گمراهی صدها و هزارها نفر میشه. فکرتان باشه در حق علما. از او خاطر در این مورد از بسیار دقت کار بگیره که همونطور بگه هوا پردازی نشوه، نعوذ بالله که هر چیزی در زبان محمد بگویم یا در قلم محمد نوشته کنم، اینطور نکنی. از دقت کار بگیره. اگر تو در مورد ما چیزی را گفتی، شاید صدها نفر از ما نعوذ بالله بدبین شوه و متنفر شوه و این سبب گمراهی یک آدم شوه. عاملش تو بوده، چرا؟ به خاطر که تو بد معرفی کردی. از او خاطر در این مورد باید انسان بسیار چی بکنه؟ آخری حق یا نصیحت علما است که دلالت به خیر بکن. اشتباه میشه. مولوی متوکل معصوم نیست، بس صدها گپش خطا میخوره. حدیث میگه کلماتش غلط میکنه، آیت میگه ترجمهش خطا شده، هیچ در فکرش نبوده. تو استای کده. مولوی صاحب اینی تقریر دینه، تو بشنوی تقریر تا آسان گپ. اگر میگی که نه، شاید امو عالم بسیار قهری باشه، از تو خفه میشه، از طریق یک نفر در ورق نوشته میکنی، یک بچگه کمیدی امونجا با عالم میده فلان تقریر تا در فلان موضع یک دفعه بشنو. مردکه مراجعه میکنه که میشنو، اوه دعام برات میکنه که الله اینطور بگوی دعوت کننده خیره، الله اجر بده که خطای ما را گرفته. ما به جای از اینکه اینی کار بکنیم اونو کار در پیش برده رو ایستیم و فیسبوک های خدا از امی گپا پر کردیم. نه، پیش ما شما رقیب و عتید است و نوشته کرده رو ایسته و پیش الله سبحانه و تعالی روان استیم. بسیار از دقت کار بگیری. دین است، ما باید پابند دین باشیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.